امروزه حدود 9 کشور جهان به سلاح هسته‌ای دسترسی دارند و دولت‌های این کشورها هیچ شتابی برای کنار گذاشتن این تسلیحات از خود نشان نمی‌دهند. زمانی تولید تنها یک بمب ده‌ها سال به طول می‌انجامید، اما اکنون اگر سرمایه و فناوری‌های لازم فراهم باشد، شاید بتوان کلاهک‌های هسته‌ای را نیز به تولید انبوه رساند. در این ویدئو خواهید دید چه نهادی مسئول حفظ توازن هسته‌ای در جهان است. طراحی یک سلاح اتمی چه مدت زمان می‌طلبد و اصولاً یک بمب هسته‌ای چگونه ساخته می‌شود. تاریخچه بمب اتمی بسیار پیشتر از واقعه هیروشیما آغاز شد. این دستاورد علمی ریشه در قرن 18 دارد. زمانی که مارتین کلاپراس موفق به کشف عنصری رادیواکتیو شد که بعدها به ماده اصلی در ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل گردید، یعنی اورانیوم. پس از آن دانشمندان دیگر با پژوهش‌های گسترده شکافت هسته‌ای را تشریح کردند، ولی دستاوردهای علمی آنان متأسفانه در خدمت اهداف نظامی قرار گرفت و در نهایت به تحقق مقاصد یاری رساند که امروزه برای همگان آشکار است. اما بمب هسته‌ای از چه ماده‌ای ساخته می‌شود؟ پاسخ: اغلب یکی از ایزوتوپ‌های اورانیوم یا پلوتونیوم است. با این حال در روزگار ما اگر کشوری بخواهد برنامه‌ای تسلیحاتی را آغاز کند، بی تردید می‌کوشد آن را محرمانه نگه دارد. در این شرایط پلوتونیوم گزینه مناسبی نخواهد بود، چرا که به طور طبیعی در دسترس نیست و تنها با بهره‌گیری از راکتور هسته‌ای به دست می‌آید. امری که پنهان کردن آن عملاً ناممکن است. از این رو تنها انتخاب باقی مانده اورانیوم خواهد بود. اورانیوم 238 تنها ایزوتوپی است که به شکل طبیعی موجود است، اما برای ساخت بمب هسته‌ای مناسب نیست. ایزوتوپ مورد نیاز برای این کار اورانیوم 235 است که باید از طریق فرایندی موسوم به غنی‌سازی اورانیوم از اورانیوم طبیعی جداسازی شود. اما از کجا می‌توانیم مواد خام را تهیه کنیم؟ امروزه اورانیوم 238 به آسانی در دسترس است. اورانیوم به طور تجاری در بسیاری از کشورها تولید می‌شود و پودر فراوری شده آن که به کیک زرد شهرت دارد در بازار خرید و فروش می‌شود. برخی کشورها مانند ایران خود به تولید آن می‌پردازند و برخی دیگر از شرکت‌هایی همچون کازاتومپرام در قزاقستان خریداری می‌کنند. برای ساخت یک انفجار هسته‌ای دست کم 50 کیلوگرم اورانیوم 235 خالص لازم است که می‌توان آن را از 6.5 تن کیک زرد استخراج کرد. در این صورت و با در نظر گرفتن لزوم آزمایش سلاح دست کم به 3 بمب نیاز خواهد بود که این رقم معادل 20 تن کیک زرد است. البته خرید اورانیوم تنها بخشی از ماجراست و باید امکان جابجایی، انبارداری و پنهانسازی آن نیز فراهم باشد. آن هم در تأسیسات ویژه که وجودش از دید جهانیان مخفی بماند. با این حال اورانیوم تا زمانی که غنی‌سازی نشده هیچ خطری ندارد. غنی‌سازی فرایندی بسیار زمانبر و پرزحمت است. اما پرسش اصلی اینجاست: غنی‌سازی اورانیوم چه مراحلی دارد؟ در حقیقت غنی‌سازی به معنای جداسازی ایزوتوپ ارزشمند 235 از اورانیوم طبیعی است. این کار مستلزم آن است که اتم‌ها به سرعتی خارق‌العاده برسند. برای این منظور به دستگاهی نیاز داریم که بتواند با سرعتی معادل ده‌ها هزار دور در دقیقه بچرخد، یعنی دستگاه سانتریفیوژ. این ماشین پیچیده از اجزای فراوانی ساخته می شود که تهیه آن چندان ساده نیست. در فرآیند غنی‌سازی گاز هگزافلورید اورانیوم وارد سانتریفیوژ استوانی در حال چرخش است می شود و با سرعتی بسیار بالا به گردش در می آید و این چرخش موجب جداسازی مولکول‌ها می گردد. مولکول‌های سنگین‌تر اورانیوم 238 به سمت جداره بیرونی استوانه رانده می شوند، در حالی که مولکول‌های سبکتر اورانیوم 235 در بخش‌های نزدیکتر به مرکز باقی می‌مانند. گازی که در این مرحله اندکی از ایزوتوپ 235 تهی شده است، مجدداً به مراحل پیشین بازگردانده می‌شود. در مقابل، گازی که اندکی غنی‌تر شده است، به مرحله بعدی هدایت می‌گردد. این روند از طریق ساختاری موسوم به زنجیره انجام می‌شود. شبکه‌ای متشکل از صدها یا حتی هزاران سانتریفیوژ که پیوسته گاز را در میان خود جابجا می‌کنند. این چرخه ادامه می‌یابد تا جایی که گاز به غلظتی بسیار بالا، یعنی حدود 90% از ایزوتوپ 235 برسد و تنها در این نقطه است که اورانیوم به سطحی از غنی‌سازی دست می‌یابد که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. گروه موسوم به تامین کنندگان هسته‌ای کنترل صادرات تجهیزات مربوط از جمله قطعات سانتریفیوژها را در دست دارد. با این حال زنجیره‌های تأمین غیرقانونی و قاچاق نیز وجود دارند، اما از آنجا که بازار سیاه چندان قابل اعتماد نیست، برخی کشورها راه‌های ویژه خود را برای دستیابی به این تجهیزات ابداع کردند. برای نمونه کره شمالی شرکتی پوششی در چین ایجاد کرد با نامی بسیار طولانی. شرکت صادرات و واردات شنگیانگ ایرکرافت گروپ دامدانگ با مسئولیت محدود. این نام تقریباً به طور کامل مشابه نام یک شرکت قانونی چینی بود و همین شباهت باعث شد قطعات مورد نیاز بدون جلب توجه وارد کشور شوند. حال فرض کنیم این فرآیند طاقت فرسا به سرانجام برسد و کار به پایان رسیده باشد.
دست کم 1 سال زمان لازم است تا 50 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای یک انفجار فراهم شود. آن هم به شرط آنکه هیچ خرابی فنی، حادثه یا حتی حمله سایبری مانند استاکسنت در کار نباشد. استاکسنت در سال 2010 صدها سانتریفیوژ ایران را مختل و به شکل چشمگیری عملکرد کل سیستم را کند ساخت. با وجود این، حتی اگر اورانیوم غنی شده به اندازه کافی فراهم باشد، تا زمانی که سازه‌ای ویژه برای جای دادن آن طراحی و ساخته نشود، امکان بهره‌گیری از آن وجود نخواهد داشت. پس پرسش اصلی اینجاست: طراحی و ساخت یک بمب چه مدت زمان می‌برد؟ در اینجا باید با جان کاسترمالن آشنا شویم، راننده کامیونی از ایالت ویسکانسین که شهرتش نه به خاطر شغلش بلکه به دلیل دستاوردی شگفت‌انگیز است. او موفق شد با ترکیب اسناد محرمانه آزاد شده، مصاحبه با بازماندگان پروژه منهتن و استفاده از منابع مهندسی، طرح‌های دقیق بمب‌های لیتل بوی و فتمن را بازسازی کند. همان بمب‌هایی که هیروشیما و ناگازاکی را ویران ساختند. کاسترمالن 19 سال از عمر خود را صرف بازسازی جزئیات طراحی این دو بمب کرد. و درون هر دو بمب کره‌ای از اورانیوم غنی شده قرار داشت که اطرافش با مواد منفجری متعارف پوشیده شده بود. چاشنی‌ها با انفجار همزمان و دقیق این مواد را منفجر می‌کردند و در اثر فشار ناشی از آن کره مرکزی منقبض شده و به جرم بحرانی می‌رسید و نتیجه چیزی نبود جز انفجاری عظیم. امروزه یک تیم کوچک از دانشمندان آشنا با فیزیک و مهندسی می‌تواند چنین سلاحی را ظرف چند ماه یا حتی سریع‌تر طراحی کند. اما پس از طراحی خطرناکترین مرحله آغاز می‌شود، یعنی تولید. تمام این مدت اورانیوم غنی شده در حالت گازی باقی مانده است و آنچه اکنون نیاز داریم تبدیل آن به فلز است. برای این کار دانشمندان از آب، اسید هیدروفلوریک و منیزیم استفاده می‌کنند. پس از این فرآیند فلز حاصل باید به شکل دلخواه درآید و همانطور که پیشتر گفتیم این شکل 2 نیمکره خواهد بود. دقت در انجام این مراحل حیاتی است، زیرا دستکاری حالت فیزیکی اورانیوم خطرات بسیار بالایی دارد. البته نه یک انفجار هسته‌ای وسیع، اما حتی یک حادثه کوچک می‌تواند تبعات شدیدی داشته باشد. آزمایشگاه نابود می شود و افرادی که با این ماده کار می کنند ممکن است دوز کشنده‌ای از تشعشع دریافت کنند. اما این پایان کار نیست. پس از اتمام ساخت بمب باید تصمیم گرفت با آن چه کنیم. پیش از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آزمایش آنها ضروری است. امروزه این آزمایش‌ها به صورت زیرزمینی انجام می‌شوند تا از انتشار رادیواکتیو در محیط جلوگیری شود. برای این منظور لازم است حفره‌ای عظیم حفر شود یا به دنبال معدنی متروکه بگردیم. اما حتی با انجام این اقدامات انفجار هرگز از دید ناظران پنهان نخواهد ماند. سازمان معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای که در وین مستقر است، شبکه‌ای جهانی از لرزه‌سنج‌ها و دستگاه‌های شناسایی تشعشعات هسته‌ای دارد و کوچکترین انفجار هسته‌ای را نیز می‌تواند تشخیص دهد. بنابراین هیچ راهی برای اجتناب از تحریم‌ها و مجازات‌ها وجود ندارد. نمونه عملی این محدودیت کره شمالی است که نخستین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 2006 انجام داد و سازمان ملل تحریم‌هایی را علیه آن اعمال کرد که منجر به رکود چشمگیر اقتصادی شد. با این حال هیچ کشوری تاکنون ذخایر هسته‌ای خود را به دلیل تحریم‌ها نابود نکرده و اثر بخشی این اقدامات تنبیهی در عمل بسیار ناچیز بوده است. در پایان این پرسش مطرح می‌شود که آیا بشریت خواهد توانست این نیروهای مرگبار را بدون فاجعه مدیریت کند یا روزی خواهد رسید که خطایی کوچک دنیای ما را به ویرانی بکشاند؟ پرسشی که هنوز بی پاسخ مانده و تأمل درباره آن از هر زمان دیگری ضروری تر است.